سلام، با اخبار امروز پنجشنبه 9 فوریه من طاهری سفر شما را از استودیوی رادیو آزادی از پراگ همراهی میکنم. در ابتدا عنوان چندی از خبر و گزارش‌های برنامه. مقامات تاجیکستان میگویند ممکن است روسیه به ده ها هزار مهاجر اخراج شده تاجیک اجازه بدهد که به آن کشور برگردند. برف و ترمه و مشکل رفت و آمد در راه خوجند دوشنبه قیمت راهگیری تاکسی ها را بالا برد و بلیط هواپیما یافتن هم آسان نیست. دهم فوریه ساعتی 12:00 میپرند، بعد 20:00. خب 12:00 و 516 سامان 20 درهم. فاطمه حجاب پوش با بازیش ستاره‌های بازی خکی در امریکا را حیرت زده کرد. این خیلی خوب است. واقعاً او شخصی بزرگ است. او آرزو داشت که به اینجا آید و با من و دسته امان واخورده قوازمایی را تماشا کند. این خیلی خوشایند است. تفصیلی خبرها. مقامات میگویند ممکن است روسیه به ده ها هزار از مهاجران تاجیک اجازه بدهد که به آن کشور برگردند. مسئله مذکور در ملاقات امام الدین ستاری سفیر تاجیکستان در مسکو با الکساندر گروای معاون وزیر امور داخلی روسیه روز 8 فوریه بررسی شده است. جانب روسیه در وقتی گفتگو گفتند که آن از 14 تا 68 هزار نفر که شاید از روی خط ممنوع شدگان بیرون میشن و اگر جانب روسیه بینن شاید در هفته های نزدیک ماه نزدیک البته این حل کنش میامد. در ملاقات همچنین گفتند امکان دارد تا 70,000 شهروندان تاجیکستان که از روسیه اخراج شدند اجازه بازگشت و کار به روسیه را بگیرند و تاکنون روسیه 270,000 از مهاجران تاجیک را از حق بازگشت به آن کشور محروم کرده است. مقامات روسیه میگویند اگر تاجیکستان به سازمان یورازیس و یا اتحادیه اقتصادی اوراسیا شامل شود مشکل مهاجران از بین می رود. اما هفته پیش الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس این اتحادیه به رهبری روسیه را بی‌ثمر نامید و سیاست‌های مسکو را بسیار سخت تنقید کرد. لوکاشنکو گفت بلاروس بعد پیوستن به سازمان یورازیس میلیاردها دلار ضرر دیده است. درباره این مسئله و رابطه‌های روسیه و بلاروس صحبت داشتم با یوری درکاهروست همکارم از بخش بلاروسی رادیو آزادی. چرا این دفعه الکساندر لوکاشنکو در باره مناسبت‌های روسیه و بلاروس آشکارا و بی پرده حرف زد؟ برای آنکه سال گذشته و اول امسال مناسبات دوجانبه روسیه و بلاروس بسیار پیچیده شد، هرچند در گذشته هم این گونه شده است. انتقال نفت را قطع کردند، مواد خوراکه را پس گرداندند، جنگ‌های اطلاعاتی و همه چیز بود. حالا دیگر از حد گذشته است. یعنی حالا چند مناقشه یکجا شده است. هم جنجال گاز، جنجال کاهش صادرات نفت به بلاروس، جنجال درباره دست کشیدن روسیه از محصولات غذایی از محصولات بلاروسی. بحث اخیر سری بستن مرز بود و آن را طوری بستند که در دیگر جا دیده نشده است. مثلا اگر یک تاجیک به مینسک آمدنی شود راهش بسته است. باید یگان راه دیگری پیدا کند و وارد شود. برای همین الکساندر گریگوریویچ شیوه دوست داشته‌اش یعنی دیپلماتیای ماجرا را به کار میبرد. او دانسته ماجرا میبردارد و بعد آن را به سیاست میکشد. گاه چنین بازی را برده است. یعنی اصول مشتزنی را به کار میبرید که رقیب را به آغوش میگیرید و از مشت او امین میمانید. ولی حالا وقتی روسیه عظیم با اقتصاد عظیمش شما را از خود دور نگه میدارد، او را مغلوب کرده نمیتوانید. اما در سیاست میتوانید بازی را از نو سر کنید. просто как бы по размерам экономик. А вот в политике можно и переиграть. واکنش مقامات روسیه به این بی‌پرده‌گویی‌های لوکاشنکو چگونه بود؟ آرامانه بود یا مقامات روسیه عصبانی بودند؟ Ну, вы знаете, я бы сказал так, точнее. Стоит говорить о первой реакции. Причем она была واکنش روسیه هنوز نشست خبری لوکاشنکو به پایان نرسیده صدا داد. لوکاشنکو 7 ساعت صحبت کرد. مثل فیدل کاسترو و هوگو چاوز. او هنوز تمام نکرده مقامات روسیه نظر خود را گفتند. واکنش بسیار سرد بود و به این معنی که ما گناه نداریم. همه کار را درست میکنیم. هیچ چیز را پایمال نکرده ایم. عموما ما شما را میخورانیم. شاید چنین درشت هم نگفته باشند ولی واکنش به همین معنی بود. واکنش به دیگر شکل هم بودن نمیتوانست. وقتی لوکاشنکو میگوید که باید رئیس روسسلخوزنادزور را به زندان اندازند و یا روسیه جنگ را به بلاروس نباخته است، در این حالت واکنش بغیر از رد کردن ادعاهای او دیگرگونه بودن نمیتواند. ولی بعد چی میشود؟ من
نمیدانم. Ничего, кроме как бы полного отвержения. Ну а что будет дальше, я не знаю. تشکر یوری درکاخروس همکارم از بخش بلاروسی رادیو آزادی صحبت میکرد. спасибо огромное. Вам спасибо. و گفتگوی کامل با همکارم یوری درکاخروس در وبسایت azadin.org هست. و سر میزنیم به افغانستانی همسایه. بعد قتل 6 کارمند کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان، این سازمان فعالیتش را در کشور بازداشت. حمله روز 8 فوریه صورت گرفت و عین زمان جستجوی 2 کارمند بینشان شده این مؤسسه معتبر خیریه ادامه دارد. جزئیات بیشتر در گزارش خیرامان بقازاده. тобутҳои кормандони кумитаи байналмилалии салиби сурх онҳоро ҳангоми бурдани кӯмак ба муҳтоҷони банд монда дар барф куштанд ва ҳамларо кори дасти ҷангҷӯёни давлати исломӣ медонанд. мақомоти шаҳри шибирғон ҷасадҳоро рӯзи 8 феврал барои интиқол омода мекарданд. ҳаволи 4 аср имрӯз таърихи 20/10/1395 6 ҷиноза аз соҳаи дашти лайлии шибирғон ки ино کارمندای دفتر بین‌المللی صلیب سرخ بودند آورده شده و جنازه فعلا در سرخانه شفاخانه هستند. 3 راننده و 8 کارمند صلیب سرخ روز 8 فوریه بر روستاهای در بندی برفمانده ولایت جوزجان کمک بشری می‌بردند که مورد حمله قرار گرفتند. سرنوشت 2 تن دیگر معلوم نیست. صلیب سرخ گفت نمی‌داند کی و چرا به کارمندانش حمله کرده است. ما چند ساعت پیش فهمیدیم که همکاران خود را در افغانستان تلف دادیم. باید بگویم که در نظر اول این چیز امکان ناپذیر به نظر می رسد، چون ما این منطقه را خوب می دانیم و همکاران بسیار با تجربه داشتیم. خبر حمله مستقیم و قتل آنها بدترین خبر است. سازمان صلیب سرخ چند پیش با نشر ارزیابی درباره فعالیت‌های کمیته گفت که ناامنی در افغانستان انتقال کمک به مردم محتاج در بسیاری از گوشه‌های کشور را مشکل کرده است. برمیگردیم به تاجیکستان. در ولایت سوخت دهات دانشجو منتظرند که خطر ترمت در راه خوجند دوشنبه رفع شود و آنها هر چیز زودتر خود را به دانشگاه برسانند. بسیاری از دانشجویان میگویند امکان ندارند بلیط هواپیما بخرند چون فقط بلیط‌های بیزنس کلاس ماندند که دانشجو البته برای خریدن آن پول ندارد. کیومر سیاتا و معصومی محمد رجب گزارش می‌دهند. بعد ایران چی گفتند؟ وضعیت ایران خدا به شکر ناقص تنج. شما آخرین دفعه کی آمدید یا رفتید؟ ما دینا روز آمدید. به مالون ماشین میگیرند؟ امروز از روزهای پیشین دیده ایستگاه تاکسی های خوجند دوشنبه سیر آدم است. با شنیدن خبری باز شدن راه ده ها کار افتاده در اینجا جمع شدند، اما به مسئله به قول آنها برابر آفت طبیعی نگران کننده دوچار آمدند. میگویند بسته شدن راه در پی ترمه‌فرایی در این مسیر به ارزش راهگیرا تاثیر رسانده است. گفتن 180 سومانی بلند شده است. خیلی بلند شده است. راهگیرای خوجند دوشنبه تا حوادث فصل سرما به حساب میانه تا 70 سومانی را تشکیل میداد که حالا 1 برابر گران شده است. بالا رفتن قیمت راهگیرا را راننده ها به افزودن خرج های سفر ربط می دهند و بر اینند که هنوز این نرخ هم ارزان است. عزت از شمول دانشجویان است که به سبب راهبندی از درس خفا مانده است و می ترسد در دانشگاه به سبب غایب بودنش جریمه می شود. مثل او ده ها دانشجوی سوخته که برای تعطیل آمدند در خوجند در ماندند. می گویند در این روزها حتی دریافت چیپته هواپیما نیز برایشان مشکل بود. در یک روز از 2 تا 3 دفعه هواپیماهای شرکت سامان ایر و تاجیک ایر از خوجند به سمت دوشنبه پرواز می کنند. نزدیکترین 10 فوریه ساعتی 12:00 میپرند، بعد 20:00. خوب 12:00 و 516 سامان و 20 درهم. بگاه چی؟ شام بگاه با جاش نیست حاضر. آدم نیست. این دانشجوی دانشگاه طبی به دوشنبه سفر دارد. او میگوید که 5 روز پیش چیپته هواپیما را خریده است. برای تعطیل آمده بود. برای تعطیل آمدیم از سببی که راه‌ها بند با هواپیما سفر می‌کنیم. بله.
خب نرخ بلیت چند سومانی گرفته؟ نرخ بلیت 520 سومانی قیمت. این دانشجوی از شمال تاجیکستان می‌خواهد دولت در فصل سرما بخش از قیمت چیفته هواپیما را جبران کند تا مردم امکان پیدا نمایند از طریق مسیر هوایی به پایتخت رسیده از فلاکت‌های راه‌های زمینی نجات یابند. مقامات پالات حسابی تاجیکستان گفتند تحقیق سوء استفاده مبلغ‌ها در کمیته جوانان را به پایان رسانیدند و اکنون پرونده در دست دادستانی است. نمایندگان پالات روز 9 فوریه در نشستی خبری در دوشنبه گفتند که معلوم کردند ضمن استفاده کمک‌های خارجی برای پیشگیری از گسترش بیماری ویچ اسپید 10,000 سومانی را در کمیته جوانان به نفع خود استفاده بردند. همگی مبلغ 64,139 سومانی در کمیته جوانان تصدیق خود را یافت. دیگری مبلغ از جانب کارمندان پالات حساب تصدیق خود را نیافت. و 2 سال پیش دفتر بازرسی کل آمریکا گفت که کمیته جوانان تاجیکستان از حساب بیشتر از 300,000 دلاری که بنیاد گلوبالی جهت پیشگیری از بیماری نارسایی مسئولیت بدن داده است 116,726 دلاری آن را با هدفهای دیگر خرج کردند و مقامات تاجیکستان باید این مبلغ‌ها را برگردانند. در روزهایی که از امریکا و به ویژه پایتخت امریکا خبرها درباره بررسی منع موقت ورود شهروندان 7 کشور اکثرا مسلمان نشین نشر می شود، یک خانم حجاب پوش از امارات متحده عربی با هنر خود هاکی بازان معروف جهان را در امریکا به حیرت آورد. روز چهارشنبه فاطمه العلی 26 ساله به آرزوی دیرینش رسیده در پایتخت ایالات متحده آمریکا با دسته هاکی واشنگتن کپیتالز تمرین نمود. سال گذشته ورزشکاری نامدار سابق کاپیتان دسته واشنگتن کپیتالز پیتر بوند را اثنای زیارت از امارات متحده عرب شاهد داوری فاطمه در یک قوه‌آزمایی دسته های مردانه هاکی شد. وقتی بوند را هنری هاکی بازی و حرکت فاطمه را در روی یخ می‌بیند به حیرت آمده تصمیم می‌گیرد که این هواداری دسته‌شان را به واشنگتن دعوت کند. ماهی روان در چارچوب برنامه لیگ ملی هاکی با نام هاکی برای همه بوند را که یکی از ماموران واشنگتن کپیتالز میباشد فاطمه را به زیارت از پایتخت ایالات متحده آمریکا و شناسایی با هاکی بازان دسته دوست داشته‌اش دعوت کرد. به حیث هاکی بازی حرفه‌ای من از هنر او تعجب کردم. کس باور نمی کند که او در طول همگی 6 سال چنین ملکه و هنر را از خود کرده است. فاطمه امکان یافت با هاکی بازان واشنگتن کپیتالز از جمله هاکی بازی دوست داشته‌اش الکساندر اویچکین که ماهی گذشته صاحب چوگان طلایی لیگ ملی هاکی شده است تمرین کرده هنر خود را نیز نمایش دهد. این خیلی خوب است. واقعا او شخصی بزرگ است. او آرزو داشت که به اینجا آید و با من و دسته امان واخورده قوه‌آزمایی را تماشا کند. این خیلی خوشایند است. خود فاطمه هم تصدیق میکند که هاکی بازی را خیلی دوست می‌دارد و از این سفرش خیلی خوشحال است. این بازی گوناگون شکل است. عمل دارد، داد و گرفت دارد. شما شاهدی برخوردها، حرکت، هدفگیری و ضربه میشوید. قوه آزمایی با سرعت است. کس حلاوت میبرد. و در آخر برنامه برف زیاد و ترمه طوری که گفتیم در راه دوشنبه نه تنها روا در این راه را مشکل کرد بلکه قیمت مال و مواد در شهر دوشنبه را هم بالا برده است. شمال کشور با پایتخت تاجیکستان عمدتاً کارتوشکا و پیاز وارد میکنند و قیمت این مواد غذایی در دوشنبه کمش تا 20 درم بالا رفته است و شادمان یتیم همین مسئله را تحقیق کرد. گزارش داریم در این باره که روزهای دیگر پیشکش شما میکنیم. اخبار بیشتر هم میتونید در وبسایت azadi.org پیدا کنید، هم در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، ادنکلاسنیکی و یوتیوب.